رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدند. دستهای خود خونشار کردند، درکدار نشدند، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میره. لیکن یکی از حدیثهای پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم، شبی میگد رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدند. دستهای خود خونشار کردند، درکدار نشدند، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میره. لیکن یکی از حدیثهای پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم، شبی میگد رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدند. دستهای خود خونشار کردند، درکدار نشدند، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میره. لیکن یکی از حدیثهای پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم، شبی میگد